آقا من رفتم چیز یه دونه کافی شاپ، یه جور کافی شاپ که نه، یه دونه سوپرمارکت بود که کافی گرفتم. من لوکالای اونجا پرسیدم که کجا میتونم هم جارو بخرم وسایلای خونه بخرم. به من گفتش برو داکور پرایما. خب الان با موتور اومدم، حدودا 20 دقیقه تا چانگو فاصله داشت، یعنی تا همون باتو بیچ. و اینجا وسایل خونه داره، همه چی داره. یعنی تا اونجایی که دارم نگاه میکنم سراحی پیدا کردم، سراحی خیلی نیاز داشتم. این چرا هیچی نداره؟ من دقیقا سیمش خوب دیگه، مثلا چسب و این شبیه دی تو دی یه جورایی، یعنی یه ذره شبیه به دی تو دی. و اینجا چیز داره واسه همون مایه زنسیری که پیدا نکردم، همه چی داره اینجا. خدا رو شکر. اگر نمیذاره خرید کنم بازم ویدیو میذارم.